سلام دوستان و همراهان عزیز، به کانال آموزشی کیمونو خوش اومدین. امروز قراره با هم دوخت دامن 2 کیلوش رو آموزش ببینیم. قبل از شروع ویدیو اگر دوست داشتین ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا از پست‌های جدید با خبر بشین. برای شروع چون ما میخوایم کمرمون رو کش بدیم به 2 تا اندازه نیاز داریم. یکی دور باسن و یکی قد دلخواه برای دامنتون. 1/3 دور باسن منهای 1 رو به دست میارین. ابتدای متر رو گوشه پارچه یعنی گوشه دولای بستمون قرار میدیم. مثل ویدیو ابتدای متر که روی گوشه پارچه قرار داره رو با یه دست میچسبیم و متر رو به این صورت روی پارچه مثل پرگار میچرخونیم و عدد به دست اومده رو به این صورت علامت گذاری میکنیم و به صورت هلال به هم وصل میکنیم. از این قسمت قد دلخواه برای دامنمون رو پایین میایم و علامت میزنیم. حالا از گوشه پارچه دولای بسته تا اون قسمتی که علامت زدیم و اندازه میگیریم و به همون صورت که مثل پرگار بالا علامت زده بودیم ابتدای متر رو نگه میداریم و اندازه به دست اومده رو علامت میزنیم و مثل هلال به هم دیگه وصل میکنیم. از هر طرف 1 سانت ساپاس میذاریم و الگوی رسم شده روی پارچه رو به این صورت قیچی میکنیم. درز دامنمون رو روی هم قرار میدیم، سنجاق میزنیم و چرخ میکنیم. اگر دوست دارین و سردوز دارین درز دوخته شده دامن رو سردوز بزنید. ما اینجا با نخ سفید سردوز زدیم برای اینکه نخ همرنگش رو توی کارگاه تموم کرده بودیم. بهتره که شما با نخ همرنگش سردوز بزنین. بعد از اون دور تا دور قسمت کمر دامنتون رو بدون اینکه کشیده بشه اندازه میگیرین. یه مستطیل میبریم به طول دور کمرمون به اضافه 2 و عرض 2 برابر عرض کشمون به اضافه 2. ما اینجا کش 3 سانت استفاده کردیم، پس عرض مستطیلمون میشه 8 سانت. طول کشم به اندازه دور کمر منهای 10 الی 15 سانت. 2 طرف مستطیلمون رو روی هم میذاریم، به این صورت سنجاق میزنیم و چرخ میکنیم. دو طرف کشمون رو به این صورت چند سانت روی هم میذاریم و چند دور چرخ میکنیم. برای ادامه ویدیو به پایه زیپ نیاز داریم، پس پایه چرخ رو عوض میکنیم. کش رو به این صورت وسط نوارمون قرار میدیم، نوار رو تا میزنیم و
از روی در سنجاق میزنیم. دقت کنید ما تو این ویدیو چی کار میکنیم. دو لبه نوار رو دقیقاً روی هم قرار میدیم. کش رو به این صورت داخلش فیکس میکنیم، به صورتی که کش به انتها چسبیده باشه و دقیقاً از کنارش سوزن میزنیم، چون اصلاً نباید پایه زیپ از روی کش رد بشه و روی کش دوخت بره. بعضی قسمت ها که به این صورت میشه یه کمی کش رو میکشیم و به کارمون ادامه میدیم به همون صورت. با استفاده از پایه زیپ دقیقاً از کنار کش شروع به دوختن میکنیم. فقط حواستون باشه به هیچ وجه نباید روی کش رو بدوزین، دقیقاً از کنارش. خب دوستان، اینم از کش دور کمرمون. کشمون رو داخل قسمت کمر دامن به این صورت قرار میدیم. کمر دامن رو به دو قسمت تقسیم کردیم، سنجاق زدیم و همینطور کشمون رو. قسمت هایی که سنجاق زدیم و دقیقا روی هم میذاریم و دوباره سنجاق میزنیم، زیر چرخ میذاریم و زاپاس کش و زاپاس دور کمر دامنمون که روی هم قرار گرفته رو به این صورت با هم چرخ میکنیم. بهتر موقع چرخ کردن کشمون رو بکشیم و بعد چرخ کنیم. حتما تاکید میکنم اصلا دوختتون روی کش نره. پایین دامن و دور کمر رو سردوز میزنیم. برای اینجور دامن ها نمیتونیم لبه دامن رو خیلی تا بزنیم. کمی لبه رو تا میزنیم و لبه دوزی میکنیم.
خب دوستان، اینم از آموزش دوخت دامن 2 کیلوش. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.